رسول الله در سجده بودن، امام حسین جان به بالای کتفان رسول الله صلی الله علیه و سلم برآمدند. رسول الله آهسته خیستند تا نیفتند جگرگوشهشان، سلام دادن و گفت ای جانی بابا چی کار میکنی؟ گفت بابا جان. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن جانی بابا. گفت مرا عصفت بکنی و چخیلی که ما کودکای در بالامون بر میکنیم بعد در زمین چرخ میزنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم زانوهای مبارکه در زمین ماندن، کفهای دستی کشه در زمین ماندن، در گرد خانه چرخ زدن. حضرت امام حسین جان گفت بابا جان، گفت اشترا لجام دارن که لجاماشون میخفن که تا که نیفتن. این فقیری رسول الله صلی الله علیه و سلم من بیان میکنم. امام حسین جان میگه همه در بیرون اسب میتازن، اشتر میتازن، ما چیزی نداریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه جانی بابا ما گریبانی بابا جان طبقه. امام حسین جان وقتی گریبانی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میگیره، گیرگیری خانه چرخ میزنه، باز میگه بابا جان، میگه جانی بابا، میگه شطورا آواز دارن که عفون عفون میگن که شما شطوری ما آواز نداره. میگه جانم فدای نامش. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اینک اشتوری تو آواز میبروره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دی خانه چرخ میزنه، عفون عفون میگه. جبرائیل علیه السلام با یک شدتی را فرود میبید. جانم فدای تو یا رسول الله، سکوت بکن. عرش خدا در لرزه در آمد یا رسول الله. قسم میخورم والله، میگه اگر سیمون باره عفون میگفتی، معنای عفون یعنی ببخش میگفتی، الله رب العزت دوزخت از بین میگیری. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمتا للعالمین عفون گفت، حتی جبرائیل فرمودن در یکم بار رحمت خدا چنان جوش زد عرش بلرزد در آمد. ما غیرت بکنیم، نخواد که یک بار کم در روحی بزرگوار صلوات نفرستیم. چه امتی هستیم، چه پیروی شخصیت بزرگواری ما. نمو زمانی را به یاد بیار که رسول الله صلی الله علیه و سلم زدن، از دندان مبارک خون جاری شد. الله گفت جبرائیل محمد مادر نداره، برو محمد همچون مادر نوازش بکن. حضرت جبرائیل علیه السلام آمدن خونهای لب رسول الله صلی الله علیه و سلم تازه کردن. و تا اگر بخواهی همین قوم همشن تگرو میکنه خداوند. اما رسول الله چی فرمود؟ اللهم اهدنی قومی، اللهم اهدنی قومی.